سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین. بچه‌ها، یکی از سوالای عمده‌ای که اولیا دانش آموزا از ما دارن این هستش که ما چرا یادگیریمون حالا توی همه درس‌ها یا یه سری از درس‌ها کمه و این موضوعی که شاید دانش آموزا رو بی انگیزه کنه و یا کلاً فاصله‌شون بده از درس و تحصیل و اصلا چیزهایی که به یادگیری و مهارت ارتباط داره. ببینیم به طور کلی ما میتونیم به 3 بخش تقسیم بکنیم این مشکلات رو. یکی میتونه از طرف یاد دهنده یا اون معلم باشه، یعنی اون شیوه تدریس و ارائهش مشکل داشته باشه، متناسب با شما نباشه، یا میتونه محیط یادگیری شما مخل یادگیریتون باشه و باعث بشه که شما توی اون محیط جذب و یادگیری خوبی نداشته باشین، یا مشکل از خودتونه و اون عدم تمرکز یا پایین بودن سطح هوشیاری آموزشی شما تون در واقع زمانها باعث شده که شما توی یادگیریتون موفق به عمل در واقع نیاد این تلاش هاتون. ببینین این سه تا رو ما باید به صورت خیلی مفصل توضیح بدیم تا شما متوجه شین که تو هر قسمت کدومش هست و باید چیکار کنین. بنابراین توی یه ویدیو بزرگ توی کانالمون این رو توضیح دادیم و اینکه عرضم خدمتتون که اگر میخواین این ویدیو رو داشته باشین حتما به کانال ما سر بزنید و اونجا این ویدیو رو، یک ویدیو طولانی تری هستش، ببینین و اونجا متوجه میشین که مشکل از کجاست. موفق باشید.